در دل جلگه‌های شهری سار، جایی که آفتاب بر زره‌های سیران خورده می‌تابید و زمین زیر سم آسمان می‌لرزید، دو سپاه در برابر هم سفارایی کردند. یکی سپاه لیدیه، پرشمار، مجهز و مغرور به زره و طلا، و دیگری ارتش پارسیان، کم تعدادتر اما فرمانبردار، مردی که جهان رو با اندیشه‌هاش دگرگون کرد، کوروش بزرگ. خب تو قسمت قبل گفتیم که کوروش تونستش تو نبرد پتریا کیرزوس پادشاه لیدیه رو شکست بده. لشکر لیدیه عقب نشینی میکنه به سارد، پایتخت لیدیه. کوروش هم که میدونست اگه بخواد منتظر بهار بشه به شمار این لشکر اضافه میشه و همپیمانان بابلی و مصری و یونانی به اونها اضافه میشن، همونجا تعقیب میکنه نیروهای کیرزوس رو. کیرزوس وقتی متوجه اومدن لشکر کوروش میشه در جلگه‌های شرقی سارد به مصاف اون میره. حالا میخوایم بپردازیم به تعداد نیروها و آرایش این دو سپاه. به گفته هرودوت بعد از مرخص کردن نیروهای مزدور لیدیه، تعداد این نیروها به 396,000 نفر میرسه که یه عدد نجومیه و خارج از عرف و واقعیت به نظر میاد. از طرف دیگه گزنفون تعداد نیروهای سپاه کوروش رو 23,000 نفر تخمین زده. طبق تحقیق ریچارد گابریل و جان لی، جلگه‌های شرقی سارد گنجایش بیشتر از 20 تا 30,000 سرباز رو نداشته تو خودش و احتمالاً سپاه لیدیه 20 تا 30,000 نفر بوده و سپاه کوروش 10 تا 15,000 نفر. سفارایی سپاه‌ها. کیرزوس پادشاه ثروتمند لیدیه سپاهش رو چون هلال آهنین گسترده بود. در دنبال سواران سنگین زره و در مرکز دیواره برنزی مزدوران یونانی و مصری با سپرهای عظیم. پشت سرشون عرابه‌های جنگی و صفوف تیراندازان منتظر فرمان یورش. اما در سوی دیگه کوروش آرایشی نوآورانه رو برگزید. جناح چپ سواران ایرکانی سریع و جسور با نیزه‌های بلند، پشت سر اونها شترهایی که نه برای نبرد بلکه برای برهم زدن تعادل روانی دشمن آماده بودند. در جناح راست سکه‌های چابک، تیراندازانی بیقرار با تاکتیک‌های حمله و گریز. مرکز عرابه‌های داسلار اصلاح شده و پیادگان ورزیده پارسی و پشت آنها ساده‌های چوبی با تیراندازانی که میدان رو همچون شاهین زیر نظر داشتن. حالا بیاین یه لحظه از روایتمون فاصله بگیریم و ببینیم باستانشناسی درباره این نبرد چی میگه. تو جدیدترین حفاری‌های تیم دانشگاه هاوارد یک سری اسکلت هایی پیدا شده که کمک شایانی به تصور ما از اون تاریخ و اون دوره میتونه داشته باشه. تو این تحقیقات یه سری اسکلت حیوانات و انسان ها پیدا شده. شترهایی که اونجا پیدا شده اسکلتشون به ما کمک میکنه به این نتیجه برسیم که کوروش از شترها برای رم دادن اسبای لیدیه استفاده کرده. علاوه بر این اسکلت سربازهای لیدیایی که یافت شده اطلاعات خوبی به ما میده. سربازایی که احتمالاً سربازهای لیدیایی بودن، همشون جوون بین 20 تا 26 سال. بعضیشون جای ضربه‌های عمیقی روی جمجمه‌هاشون بوده که احتمالاً برای سنگ فلاخن بوده. حتی یکیشون تو دستش سنگ فلاخن داشته، یعنی تو لحظه‌ای که اومده سنگو پرتاب کنه خودش مورد اصابت یه سنگ فلاخن قرار گرفته. مطلب دیگه که هستش سکه‌های لیدیایی هستش که در کنار این سربازا پیدا شده و نشون دهنده اینه که بعضی از این سربازا مزدور بودن و در قبال دریافت سکه برای سپاه لیدیه خدمت می‌کردن. با همه اینا فقط بخش کوچیک از این واقعیت این جنگ برملا شده و پیدا شده. تو قرن‌هایی که گذشته خیلی از شواهد از بین رفتن، ولی همین شواهد کوچیک هم تصویری نسبتاً دقیق از اون جبهه جنگ و نبرد رو داره به ما بازگو میکنه. آغاز نبرد، گردباد آهن و حباب. نبرد با حمله مارپیچی از سکه‌ها آغاز میشه. تیرهایی که از دل گرد و غبار به قلب سواران لیدیه مینشست، صفوف دشمن رو ناآرام و اسب‌ها رو رمزده کرد. گرد خاک حاصل از این ناآرامی دید را دو سپاه گرفت و در دل این ابهام کوروش مانوری مرگبار رو آغاز کرد. آرایش سپاه پارسی به تدریج به یک هلال معکوس بدل میشه. فرماندهان سپاه لیدیه که فقط بخش جلوی سپاه ارتش ایران رو میدیدن به طمع معاصره
آرایش صفوف خودشون رو گسترده میکنن. همین گسترش پیوند میان جناحین مرکز سپاه لیبی رو از بین میبره. با نزدیک شدن دو سپاه، تیراندازان ایرانی نخستین تلفات از دشمن میگیرن، اما سربازان پرشمار لیبی بی اعتنا به این تلفات بی‌وقفه داشتن پیشروی میکردن. شترهای هراس‌آفرین. در جناح چپ کوروش ناگهان دستور داد شترهای بارکش رو به خط مقدم بفرستند. بوی تند شترها اسب‌های لیبیایی رو دیوونه میکنه. صفوف به ظاهر شکست ناپذیر سواران لیبی در چشم به هم زدنی فرو میپاشه. ایرکانیان منتظر فرصت با نیزه‌های خود به دل آشفتگی زدند و جناح چپ دشمن رو در هم کوبیدن. دازخواه در حرکت. در جناح چپ قرابای پارسی با چرخ‌های پهن و تیغ‌های مرگبار به صفوف دشمن تاختند. فلز بر بوش، تیغ بر استخوان، اسب‌ها درو شدند. فریادها در هوا پیچید و زمین زیر پای زخمی‌ها خون‌آلود شد. دیوار برنزی در مرکز. اما خطرناکترین بخش مرکز میدان بود، جایی که مزدوران سنگین زره لیبی در آرایشی لادپشتوار به قلب سپاه ایرانیان نفوذ کرده بودند. کوروش که از تضعیف جناحین لیبی مطمئن شده بود، عرابه‌های داستار پارسی رو به سوی این دیوار برنزی فرستاد. تیغ‌ها و سپرها رو شکافتند و رخنه‌ای در بین صفوف دشمن ایجاد کردند. پیاده نظام پارسی از این رخنه‌ها استفاده می‌کنند و به درون صفوف دشمن نفوذ میکنن و همزمان بارانی از تیز آسمان دشمن رو سیاه میکنن. در میان این آشوب کوروش شخصا سوار بر اسب با سواران نخبه‌اش از پشت به دشمن تاخت. مرکز سپاه لیبی فرو پاشید. در میان این آتش جنگ فقط دیگه نیروی دشمن بود که پابرجا مونده بود. مزدوران مصری با نظمی آهنین مقاومت کردند، اما کوروش جنگ رو فقط با شمشیر پیش نمی‌برد. او به جای درگیری مستقیم فرمان محاصره و تیراندازی از دور رو صادر کرد. سپس پیامی به آنها فرستاد: آیا شایسته است جان خود را برای اربابانی فدا کنید که شما را تنها گذاشتند؟ پاسخ آنها روشن بود: خواستار نجات با حفظ عزت بودند. مصری‌ها پذیرفتند در سپاه کوروش بجنگند، به شرطی که مقابل کرزوس قرار نگیرند. کرزوس شکست خورده و ناامید به قلعه سارد عقب نشست. دژی که قرنها پناهگاه فرمانروایان بود، اما حالا زیر سایه ترک و اضطراب ایستاده بود. خب ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب فراموش نشه. بدرود.